به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن در زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدران و مادران عالی قدر و برادران و خواهران اهل اسلام، بنده امروز با خواهش یک چند برادران و خواهران اهل اسلام خواستم درباره آن شخصانی که حق مردم را میخورند سخن گویم. ای برادر و یا خواهر اهل اسلامی که در مغازه و یا در بازار کار میکنی و حق مردم را میخوری، یک لحظه فکر کن که الله تبارک و تعالی در قرآن عظیم الشان میفرماید که هر یک مؤمن باید لقمه حلال بخورد و این از یک از فرضهای اساسی اسلام است. پس تو برای چه حق این یا آن برادر خود را میخوری و خرسندانه در اتومبیل‌های زمانوی سر خود را بلند کرده حرکت میکنی؟ در این دور و زمانه بسیار شدند اون شخصانی که وقتی که درباره خصلت آنها سخن میگویی میگوید قبر من دیگر و قبر تو دیگر. خب قبر ما دیگر است، این را همه میداند، لیک برای چی حق مردم را میخوری؟ آخر آن قبری که دیگر میگویی در داخل آن قبر در این بابت هم سوال کرده میشود. اما موافق اون حقی که خوردی داخل اونجا عذاب خود رو میبینی. ای برادر، الله تبارک و تعالی در قرآن عظیم الشان در سوره زلزله فرموده است: استعاذ بالله فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یعنی به هر کار خیرت جواب خیر خواهی گرفت و به هر کار خطایت سزایت را خواهی گرفت. پس در کجای نباشی به قدر انسانیت، به قدر اون نعمتی که الله برای تو نصیب کرد برس و شکری اون یک برده نانی که بالای حلال پیدا میکنی شکر آن را کن. امروز بسیاری مردم از دست اون شخصانی که حق کس را میخورند رنج میبینند. حتی ما و شما در بعضی جاهای میبینیم که اون شخصانی که با کار سودا مشغولند در اون ترازه های خود هر گونه حله ها را گذاشتند. ای دوستی من، به حرمت خداوند هوشیار باش. در خاطر دار الله تبارک و تعالی وعده داده است که تمام گناه های بنده‌اش را میبخشد اگر توبه کند به جز 3 گناه. این هم باشد استعاذ بالله به خدا شرک آوردن، نماز نخواندن و حق مردم را خوردن را الله تبارک و تعالی نمی بخشد. تو مهربانی خداوند را ببین که وقتی که شخص زناکار است الله میگوید اگر اون بنده از تحت دل توبه کند من میبخشمش. اگر یک شخص بیگناه را به قتل رساند لیکن بعدا فهمید که تا چه اندازه گناهی کبیره کرده است و توبه کرد، خداوند وعده داده است که میبخشد. یا اینکه یک مرد دیگر تا سن 50-60 سالگی عرق می نوشید
لیک بعد فهمید که این کارش خطاست و توبه کرد، الله میگوید من میبخشمش. ولی شخصی که به الله تبارک و تعالی استغفر الله شرک میآورد هیچ وقت بخشش ندارد. آیا شخصی که عموما نماز نمیخواند یا ترک نماز کرد بخشش ندارد، و آن شخصی که تمامی فرضهای اسلام را ادا کرد و لیک حق مردم را خورد، باید از اون شخصی که حق اون را خورده بود بخشش پرسد، بعدا بخشیده میشد. لیک اون شخصی که عموما حق مردم را خورد و لیک توبه نکرد، وای بر حالش. پس ای برادر و یا خواهر اهل اسلامی که حق مردم را میخوری، در خاطر دار که این زر و زیور و این مال و دنیای تو روز مرگ برای تو هیچ یاری نداره. پس به حرمت خداوند توبه کن و به خود بیا، زیرا مرگ کی آمدنش و کی جانی ما را گرفتنش فقط به الله یان است. اگر وقت و ساعت مرگ نزدیک شده، مرگ به تو میگفت که ای انسان من تو را فردا از این دنیا میبرم، تو شاید برای توبه و تضرع وقت پیدا میکردی. لیکن به این دنیا آمدن و از این دنیا رفتن ما را فقط الله تبارک و تعالی معین کرده است و فقط الله میداند. و باز در این دور و زمانه بسیاران اون سوداگرانی که میوه یا اینکه اون سبزوات خود را به انسان نگاه کرده، یعنی باید یا اینکه ناچار به این نگاه کرده میفروشم. وقتی که یک شخص پولدار می آید از نرخ هر روزه 2 یا 3 مراتب بلند گفته می فروشد. آخر الله تبارک و تعالی چون این سودا را حرام گفته است. برای تو فرقش چی است؟ باید اینکه ناچار اون هم یک بنده و اون بنده خواست از تو یک سبزوات بخرد تا اینکه فرزندان خود را با اون مبلغ حلالی که پیدا کرد بخوراند. پس تو نیز حرکت کن تا با راه حلال به فرزندان خود نان دهی، نه اینکه با مبلغ حرامی که با حله و نیرنگ خود پیدا کرده. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با احترام دوست و برادر شما امید رحمت. و در آخر الهی خداوند تبارک و تعالی هر یک ما و شما را برای راست و بکار خیر و ایمان مستحکم نصیب روزی گرداند و سودای حرام و از حق خوری مردم خداوند ما را در پناه عفو عصمت خود نگه دارد. 100 مال و دولتی تو نکرد یاری روز مرگ، این آبرو و حرمتت نکرد یاری روز مرگ. بدان توی دوست من دنیا که خود فانی است، این دستان تو حتما رود خالی روز مرگ.